ترازوی عدالت در جهان ما خراب است. عدالت واژه‌ای زیبا فقط در یک کتاب است. همیشه آدم بد از عدالت می‌گریزد. همیشه سهم ما خوبان در این دنیا عذاب است. شعار حق پرستی بر لب هر آدمی هست، ولی وقت عمل سود و زیان تنها حساب است. یکی آسوده و کارش فقط خواب است و خوردن، یکی دنبال نان شب دلش در پیچ و تاب است. یکی در سفرش یک نان خالی هم ندارد، یکی اما درون سفرش صدها کباب است. دلیل این همه تبعیض و استثناء چه بوده؟ چرا بر صورت دزدان نامرئی نقاب است؟